به دقت دوستداران و طرفداران مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی رسانیده می شود و شبکه یوتیوبی و تلگرامی مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی ابونه شوید. در شبکه یوتیوبی مولانا محمد معروف راسخ ویدیوها از قبیل خطبه ها، درس های تفسیر، درس های حدیث، شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سود. اگر بخواهید در اجر ما شوید، صفحات روی دوستان و رفیقانتان ارسال نمایید. این را بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پاداش دعوت کننده مثل پاداش عمل کننده آن است. پس بسم الله لحظات خود را مبارک بشمارید و در نشر دعوت سهم گذار باشید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يحيي شجر بين ثم لا يجد في أنفسهم ما قضيت ويسلم تسلیما. دوستان عزیز، برادران و خواهران محترم که در هر جای دنیا و درس توحید میشنوین، ما در ارتباط به طاغوت توضیح دادیم و فتوا و نظر یکی از علمای بزرگ سعودی که محمد ابن ابراهیم آل شیخ، خانواده شیخ محمد ابن عبدالوهاب بود و مجتهد عصرش که تولدش در سال 1311 هجری قمری و وفاتش در سال 1389. حال ما شما یعنی در 1443 هستیم. پس یعنی 54 سال پیش وفات کردگی است و در وقت مفتی کلان سعودی بود. این در ارتباط به قانون، تطبیق قانون الله یک رساله، یعنی یک رساله یک کوچک نوشته کرده، 89 صفحه است، به نام تحکیم القوانین. به خاطر که موضوع ازی بسیار مهم است دوستا. اکثر مسلمان های ما که از ایمان بیرون می شوند، ایمان خدا را نقص می کنند، اعمال خدا را برباد می کنند. زیرا کسی ایمانش از بین رفت، بیدین شد، همه عملش هیچ میشه. این است که قوانین کفری را میپذیرند متاسفانه در دنیا و فعلا اکثریت مسلمان ها در کشورهایی که مسلمان ها اونجا قانون الله را رسو میکنند، دیگه قانون میسازند. ما یک نظر گپ قرآن زیرا بعد از او بسیار واضح آیات قرآن در بخش قانون و تطبیق قانون اسلام و حاکم دانستن و نظام و سنت پیامبر، یعنی یک بخش عقیده است. اگر کسی را قبول نکنه، از ایمان بیرون میشه. شیخ محمد ابراهیم رحمه الله در رساله تحکیم قوانینش دیروز هم بیان کردیم، میگه این من الكفر المستبین تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازل المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن تأویلا. میگه امروز یعنی در این زمانه این فتنه بسیار کلان پیدا شدگی است که مسلمان ها، حتی کلان ها و بزرگایشان، متنفذین قوم، ملک ها، کسایی که نماینده های مردم میشن، علی میشن و مردم ها را کلان خود تعیین کردن، اینا میروند قانون الله را میمونن، دیگه قوانین جور میکنن به نام لوی جرگه و کلان جرگه و کلان مشوره و یعنی از جمله کفر بزرگ است. میگه و آشکارا که قرار دادن تنزیل قانون، قرار دادن قانون لعنت شده انسان
منزلت ما نزل بالروح الامین، در مکان و جایگاه او قانون که الله متعال جبرائیل علیه السلام با بالای محمد صلی الله علیه و بهترین نازل الله را دور میکنی و قانون انسان میاری. خوبی محمدی که تا که مردم دعوت بترساند از قوانین کفری به زبان عربی نازل شدگی است به خاطر فیصله کردن در بین مخلوقات. قانون اساسی ما و شما باید فقط قرآن باشد و قانون نافذه سرزمین های اسلامی فقط قرآن باشد. و رد الینا تنازل متنازعین، کتابی از قرآن و سنت پیامبر که در وقتی که اختلاف در بین متنازعین یا دو فرد اختلاف میکنه یا دو قوم یا دو مسلمان دو گروه، باید که اختلاف خدا نه به کتاب الله و فیصله کتاب الله و سنت پیامبر پیش کند که الله چی فیصله کرده. یا میان میگه ای قانون انسان میگیرن در منظره قانونی که الله نازل کرده توسط جبرائیل امین با آخرین انبیا قرار میتن، مناقضتا نقض میکنن قانون الله را و معاند ضد میکنن، رد میکنن قانون الله را. چه که الله میفرماید فإن تنازعتم فی شیء، همین دلیل آوردگی است. فإن تنازعتم، اگر شما اختلاف کردین ای مسلمان ها، خطاب به مؤمنین است، فی شیء در یک کاری، سعی کنین در یک کاری از کارها، شیء نکره است، معنای عموم میتین اندک اختلاف. مثلا در کاروبار در دکان اختلاف کردی، در این اختلاف کردی که این از فلانه چیز از ماست یا نیست، خرد کلان کار از خرد اندک کار، باید چیکار کنین؟ فردوه، بگردانین امی اختلاف تانا، قضیه و دعوای تانا الله، به طرف الله، کتاب الله و رسول پیامبر. ببینین الله چی فیصله کرده. زیرا اسلام یک نظام کامل است، همه بخشای زندگی شما قانون داره، پیامبر فیصله کرده. بعد از اون میفرما ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما ایمان دارین، قبول دارین، باور دارین به الله و نظام و دستور و حاکمیتش و به روز قیامت ایمان دارین، یعنی ارکان ایمان، اگر مؤمن هستی، هر دعوا و قضیه تا باید به کی پیش کنی؟ به الله و رسولش. رسول در زندگیش بود، بعد از اون سنتش احادیث صحیحش است. نمیگه که پیش جرگه ببرین، پیش ریسه فیدا ببرین، پیش چی ببرین، پیش کسی ببر که حکم الله و رسول برات بگویه. ببینین که دایی گپ الله و رسولش چی میگه، دایی قضیه، دایی دا حکومت جور کردن است. ببینین که الله چی میگه، پیامبرش چی میگه، نحوه حکومت داریست و یا هر دعوا مشکل قضیه که پیش میشه حل کردنش او را به کی پیش کنین؟ به قانون الله و پیامبر. یعنی پیامبر قانون الله را توضیح داده، خود پیامبر هم قانون ساز نیست. ذالک خیر و احسن تأویلا، باز الله میگه ذالک، اینمی که فیصله را به الله و رسول پیش کنین به خیر شما، در بسیار منافع است، خیر دنیا و آخرتانه و احسن تأویلا، و بهترین انجام و عاقبت داره. عاقبت دنیای شام خوب است، از آخرت شام خوب است. سعی کنین در اینجا میگه که اگر کسی مؤمن است، هر نوع اختلاف خود، دعوای خود باید به کی پیش کنه؟ با الله و رسولش پیش کنه. اگر الله و رسول، یعنی ازی فهمیده میشه که باید حاکم باشد در زندگیتان، در نظر خود و نظر دیگران را پیش نکنین که فلانی خان چی میگه، ببینین که الله چی میگه و رسولش، باز ببینین فلانی خان چی میگه. ما که اینجا قول شیخ محمد ابن ابراهیم آوردیم، یکی از مفتیای کلان است و تنها گپ خودش ما قبول نمی کنیم که نظر شخصیش، بلکه دلیل از قرآن پیش کرده ایره میپذیریم. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا. سعی کنین بعد از او قرآن که ببینین شیخ هم میگه الله نفی کردگیست، الله که پاک است و بلند است ایمان را، میگه ایمان نداره کی عمن از اون مسلمان هایی که لم یحکم النبی، پیامبر حکم قرار نمیتن، یعنی در کارها و دعوای خدا وقتی که فیصله پیامبر قبول ندارن،
سنت پیامبر، هدایات پیامبر قبول ندارن یا ایمان نداره. حالا اگر برش میگه که اختلاف دعوا سیز بیا که پیامبر چی میگه؟ میگه نه بریم پیش فلانی خان به خاطر که او رشوت میگیره یا چی. همی آیت هم درباره امو یک منافقی که مسلمان بود، منافق یعنی در ظاهر مؤمن بود قلبا کافر بود، درباره از اون نازل شده که این یک یهودی بود. یهودی میفهمید که پیامبر رشوت نمیخوره، گفت بیاین فیصله را پیش پیامبر میبریم. در مدینه یهود هم زندگی میکرد، مسلمان هم بود، منافقین هم بود. منافقین که قلبا کافر، در ظاهر مسلمان. منافق گفت نه پیش یهود فیصله را میبریم. کلان یهودی ها کعب ابن اشرف بود یا یک کافر دیگه. الله گفت که ایمان نفی کرد، گفت کسی که دعوا ایمان داره و فیصله پیامبر قبول نداره، قانون الله فیصله الله را قبول نداره، ایمان نداره، در آن اختلافاتی که در بینشان واقع میشه. این تو ایمان نفی کرده الله مؤکد به تکرار عداد قسم میخوره الله که ایمان نداره. فلا چه معنا؟ یعنی هرگز این بکار نیست که شما فیصله هایتان پیش دیگه کس ببرین، پیش طاغوت ببرین. و ربک، قسم از بربت. این آیت اصل بعد از آیت سورة النساء آیت 65 است. پیش از این آیت 60 علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اصل آیت بعد از اون نازل شدگی است. الله میگه فلا چی معنا؟ یعنی هرگز ایسایی نیست که شما فیصله هایتان ادعای ازیره دارین که ما ایمان داریم به کتاب های آسمانی و کتاب فعلی قرآن، با فیصله تا به طاغوت ببری، یعنی به یک انسانی که او با مطابق حکم الله و رسول فیصله نمیکنه، به کافر ببری فیصله تا، به نظام قانون کفری ببری دعوای تا حل بکنی. فلا هرگزی بکار نیست. و ربک، قسم از بربت. الله میگه سکو با قسم یاد میکنه، قسم از بربت ای پیامبر. لا یؤمنون، اینا مؤمن شده نمیتونن. یعنی کسی که دعوای ایمان میکنه ایمان نداره، الله ایمانش نفکده، این مؤمن نیست، این بیدین کافر است. حتی تا اینکه یحکموک، فیصله کننده تو را بگردانه، یعنی تا که حکمیت تو را، فیصله تو را، سنت تو را، هدایات تو را پیامبر قبول نکنن، اینا مؤمن شده نمیتونن. در چی که پا فیما شجر بینهم، نمیگه که تنها در نماز، حالا میگه نماز به طریق پیامبر میخوانیم خلا، نه فیما شجر بینهم، در هر آن چیزی که اختلاف واقع میشه در بینشان. اندک دعواست، خرد دعواست، کلان دعواست، در همه دعاوی خودان و قضایای خودان، در چی دعاوی سیاسی می باشه، اقتصادی می باشه، در همهش که تا که پیامبر حکم قرار نتن، سنت پیامبر و پیامبر چی را به قرآن یا مؤمن شده نمیتانن. سعی کنین الله ایمان از اینا نفی کرد تا که اول باید پیامبر حکمیتش قبول کنی و با فیصله پیامبر راضی باشی. باز میگه به می هم مؤمن شده نمیتونه، به مجرد تحکیم پیامبر و اینکه پیامبر قضایای ما را فیصله بکند، قبول کردن سنت، میگه مسلمان نیست. حتی تا اینکه باز یک چیز دیگر میگه الله ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، باز پیدا نشود در وجود از اینا حرج. سعی کنیم در اینجا میگه که در قلبشان باز حرج، تنگی هم پیدا نشه، یعنی مما قضیت، از آن چیزی که تو فیصله میکنی. یعنی ای پیامبر چیزی را که تو فیصله میکنی در حق از این مؤمنین که کسایی که دعوای ایمان دارن، غیر از این که فیصله تو را بپذیرن، بیام ایمانشان صحیح نیست، بلکه در قلبش یک تنگی و تشویش هم ایجاد نشه، یعنی قلبش با خوشحالی قلب او را قبول کنن، بگن چیزی که پیامبر گفت اینمی به خیرم است، پریشانی در قلبش پیدا نشه، خفگی پیدا نشه، یعنی کاملا خوشحال باشن. یعنی اگر کسی در قلبش شک پیدا شد که صحیح است یا نیست، یا تنگی پیدا شد، این باز ایمانش صحیح نیست. یکی غیر اختیاری است، یعنی اختیاری برای خود نگوین که صحیح نیست یا من در این فیصله شک دارم. اگر گفت فیصله پیامبر در این شک است، ایمان نداره. سعی کنین به می خاطر می ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا،
مما قضیت. حرج به معنای شک، به معنای تنگی، به معنای خفگی. باز پیدا نکنند در قلب‌های خودان تنگی و خفگی و شک از آنچه که تو فیصله میکنی، یعنی از خوشحالی قلب قبول کنن ایره. این خو بخش عقیده و ایمان شد. بعد از او ایره انقیاد باطنی میگه. بعد از این میگه و یسلموا تسلیما، و تسلیم شون اینا، منقاد شون اینا با حکم تو ای پیامبر، تسلیما با کامل منقاد شدن. سکنین سومین گپ هم الله بیان میکند. اینا با این مؤمن نمیشه، یعنی یک شرط ایمان مؤمنی است که پیامبر در همه قضایا و دعاوی زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و خانوادگیشان حکمیت پیامبر قبول کنند. دوم، فیصله پیامبر در همه بخشای زندگی خصوصا به خوشحالی قلب بپذیرند و به او یقین داشته باشند، در قلبشان اضطراب پریشانی پیدا نشه و به ایام اکتفا نمیکنه. سیوم میگه تسلیم شوند، تسلیم منقاد شوند. این کمال انقیاد میگه. و یسلمو، تسلیم شوند، منقاد شوند، یعنی تابع شوند با فیصله تو، تسلیما با کامل انقیاد. کامل تسلیم چی را میگه؟ یعنی ظاهرا عمل هم بکنن. از دو جمله اول فهمیده میشد که انقیاد باطنی قلب و وجودش را فیصله پیامبر قبول کنه و دوست بداره و در ظاهر عمل بکنه، تو را عملی بسازه. بعد از اون میگه این مؤمن میشود، یعنی کمال انقیاد لحکمی صلی الله علیه وسلم، حکم پیامبر به او منقاد شود، بحیث یتخلونها هنا من ای تعلق، یعنی اینجا قلبشان به هیچ چیز دیگه معلق نشه، ارتباط پیدا نکنه، نگوی قانون فلانی خوب است، قانون فلانی خوب است، بلکه 100% بگوی اینمی حق است، اینمی به خیرم است و این حق کامل تسلیم شوند. به این خاطر حتی مصدر آورد که تسلیما، یسلمو کفایت میکرد، تسلیما هم آورد که تنها به تسلیم کفایت نمیکند، یعنی که ما قبول، بلکه مطلقا، یعنی کاملا منقاد شوند، عمل بکنن با خوشحالی قلب. بعد از اوی چی میشه؟ مؤمن میشه. اینا رو فکر کنین که در آیت اول الله گفت ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر شما اختلاف کردین در یک چیزی از قضیه و دعوا، ایره باز بگردانین به فیصله الله و رسولش، فیصله الله قرآن، فیصله رسول سنت. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما با الله و روز قیامت ایمان دارین، که کلمه شیئن گفتیم نکره در سیاق نفع ایره آورد که مفید عموم میشد، که هر نوع قضیه است و به اندازهش کوچک از بالاست، هر جنس دعواست، ایره باید قبول کنن. بعد از او گفت که به خیر دنیا و آخرتتان است، انجامش خوب است. بعد از او باز میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم است که یا مؤمن شده نمیتونن. اوجا تهدید کرد که اگر شما ایمان دارین، گفایتان با الله و رسول پیش کنین. در آیت بعدی میگه اگر کسی پیامبر قبول نداره، فیصله پیامبر در سنت است و قرآن است، این مؤمن نیست، ایمان نداره. منافقین وقتی که فیصله پیامبر قبول نکردن، پیش کافر یهودی رفتن، میگفتن این اردنا الا احسان و توفیق، هدف ما احسان است و توفیق، میخواهیم که یک موافقت بیاید، یک جرامت شود. منافقین میگفتن که انما نحن مصلحون، ما اصلاح میاریم، یعنی در قوانین کفری را پذیرفتن و به مردم دعوت دادن میگفتن اصلاحات میاریم، مثل که کافرای سکولر و اینا میگفتن در حکومت قبلی ما اصلاحات میاریم، اصلاحات ریش رکر که اصلاحات بیار، قانون دموکراسی را قبول که اصلاحات بیار، قانون سکولاریسم قبول که اصلاحات بیار، کمونیسم قبول که اصلاحات میاریم. کفریات هم میگه اصلاحات. الله رد میکنه و بالاش میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار امی کسایی که دعای اصلاح را دارن، اینا خودشان مفسد فسادکار است. کسی که فیصله الله و پیامبرش قبول نداره و قوانین کتاب الله را، دستورش و از پیامبر قبول نداره، یا مفسد هستند، ولکن لا یشعرون، لیکن اینا نمیفهمند. اینا لسای کنین که قانونیون کس، یعنی قانونگذارا، مردم چی میگن؟ میگن ضرورت است، ما به قرن 21 است فعلا به قانون ضرورت داریم و قوانین بین الملل و قوانین بین الدول و منشور ملل متحد و اینی حتی بعضی ما قوانین قبول داریم، بین تحاکم و فیصله خود به اینا ببریم. قانون فرانسه بهتر، بعضی قوانین ایتالیا بسیار خوب، قانون
فلانه کشورهای کفری را نام گرفته میره. این یک بدگمانی است با آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردگی است. رد پیامبر چی را آورده؟ قرآن آورده، حدیث آوردگی است. و شیخ میگه محض استنقاص لبیان الله و رسولی، این کم شماریدن بیان الله و رسول است. کتاب الله و رسولش ناقص میدانی که به دیگه قانون میری. و الحکم علیه بعدم الکفایه للناس ان التنازع، و این حکم کردن است که کتاب الله و سنت پیامبر کفایت نمیکنه در دعوا، باید به دیگه قانون بریم. و این تو فکر میکنن که انجامش در دنیا و آخرت خوب نیست. این نیست که اینجاست که از ایمان بیرون میشن. بعد از اون میگه و تأمل ایضا ما فی الآیت الثانیه من العموم، آیت دوم ببین چقدر الله عام بیان میکند. نه بعد از فین تنازعتم در آیت دوم میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. این عام است. فیما شجره اسم موصول است، ما شجره سلیش است و این از جمله صیغه‌های عموم است به نزد اصولیین که این عموم و شمول از جهت چی است؟ جنس یک دعوا باشد، اختلاف باشد، یا یک نوعش یا اندازش خرد، یعنی دعوا هر نوع اختلاف، حتی اختلاف خانم شوهر، اختلاف برادر و اولاد، اختلاف همسایه با همسایه، اختلاف جامعه، اختلاف دو طایفه، اختلاف حکومت ها، هر نوع جنجالی که خرد و کلان پیدا می شود باید کی فیصله کند؟ الله و رسولش فیصله کنه. فیصله از پیامبر باشد. باز شیخ میگه که وذلك العموم و الشمول هو من ناحیه الاجناس والانواع کما انه من ناحیه القدر. اما از جهت اندازم اگه اختلاف است و از جهت جنس و نوع است فرق نیست در اینجا بین این و این. کما انه لا فرق بین القلیل و کثیر، در بین کم دعوا و کلان دعوا هیچ فرقی نیست. یکم تو میگه بریم یک ریسفید بیاریم فیصله کنیم، یک ریسفید جاهل میاره. نمیگه که بریم یک عالمی که قرآن و سنت میفهم بیا حکم الله و رسول بگوید. بازو ریسفید میگه خو چی گپ شده؟ ولی اینی خو اولاد مرا اینی تو کرده، کشته یا مال شگفت. خیر برین خون به خون چی نمیشه چیز کنین، تو تیر شو از این مال تو را میگه. نمیگه که تو مال از این را بده، فیصله الله و رسول عوض بیان کنه، میگه تو از این تیر شو. سعی کنین در اینجا وقد نفى الله الایمان عمن اراد التحاكم الى غیر ما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم. بعد از این شیخ میگه بدون شک الله ایمان نفی کرد از او کسی که اراده میکند تحاکم چی؟ فیصله بردن که باش دعوا را بردن دعوا را الی غیر ما جاء به الرسول، بغیر آنچه که پیامبر آوردگی است. بین میگه در قاضی ها و پیش محاکمی که قانون وضعی است فیصله به اونو ببریم، یا فلانه رشوت میخوره یک چیز برش پیسه بدیم به نفع ما فیصله کنه. یا کیستن یا منافق است ایمان نداره. الله در قرآن مثل که در ما قبلا بیان کردم سورة نساء 60 میفرماید الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. نمیبینی به طرف کسای پیامبر میگه آیا علم نداری؟ تعجب نمیکنی ای پیامبر؟ بکی الى الذين الله به طرف او کسایی که یزعمون انهم آمنوا دعوا دارن، ادعا میکنن که یا ایمان دارن به ما انزل الیک، با کتابی که به تو نازل شده. سعی که میگن ما قرآن قبول داریم، به سر چشم ما چش میکنن، دعوا میکنن. و ما انزل من قبل کل کتابای آسمانی را قبول داریم. دوستای خودم در چشمای خود می به سر چشم. وقتی که بگوی خیلی بیا قرآن فیصله میکنه پیامبر چی میگه؟ نه تو بیا بریم دیگه کتاب چی میگه. یریدون باز کوشش میکنن، اراده میکنن یتحکم الی الطاغوت، که فیصله خدا به کجا ببرن؟ به طاغوت ببرن. طاغوت یعنی به یک انسان، به یک رهبر، به یک قانون غیر الله. در این جمع انسان های یهودی کعب بن اشرف و غیره بیدینان. در حالی که سیکو الله در اینجا با چی میگه وقت امیرو یکفروا به، در حالی که اینا امر شدن که کافر شدن به طاغوت. و یرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان کوشش میکنه که اینا را گمراه کنه به گمراهی آشکارا. سیکو این آیت تفسیر کردگی سوره علما هم شیخ هم اینجا میگه محمد ابراهیم میگه فین قول عز وجل یزعمون تکذیب فیما ادعوه من الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلب عبد أصلا.
بل احدهما ينافي الاخر. سعی کنین میگه ای الله که میگه تعجب نمیکنین به طرف کسای پیامبر میگه که ادعا دارن یا زمون چی معنی تکذیبت، الله تکذیب میکنه، نسبت دروغ میکنه به ایمان از میگه یا ایمان ندارن که آنچه که دعوا دارن که ما ایمان داریم دروغ میگن یا زمون ادعا میکنن. زیرا چرا؟ به خاطر که جمع نمیشه فیصله بردن به غیر قانون الله و رسولش به امرای ایمان در قلب بنده. یک طرف میگه ایمان دارم، دیگه طرف میگه قانون فلانی قانون خوب است، فلانه جا فیصله کنه، قانون کافرا را، قانون بین المللی و غیره را قبول دارم. اینجا ایمان جمع نمیشه. ایمان مؤمن است که فقط از قانون الله و آنچه که پیامبر به ما توضیح داده هیچ قانون و طریقه را نمیپذیره. این ایمان میگه هم بگوی قانون از او را قبول دارم، فیصله خدا به دیگه قوانین وضعی و غیره میبرم و هم ایمان دارم. نه یکم تا که میگه هم دموکراتم هم مؤمن نیستی مسلمان بگو. اینجا قرآن سعی کنین میگه دعواسی دروغ است که فیصله و جنجال و دعوای تا به دیگه کسا میبری و بعد میگی من ایمان دارم. با طاغوت تعریف میکنم. طاغوت مشتق من طغیان، طاغوت میگه گرفته شده طغیان و این لفظ مبالغه است، یعنی بسیار سرکش. کسی که سرکش است، دشمن دین الله و رسول است، فیصله خدا نه، دعوای خدا نه به او میبرن که او جنجالشان حل کنه. و هو مجاوزة الحد، و این تیر شدن از حد شرعی است. فکل من حکم بغیر ما جاء به الرسول او حکم الى غیر ما جاء به النبی فقد حکم بالطاغوت و حکم الیه. سعی کنین با شیخ میگه هر کسی که حکم بکند بغیر آنچه که پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردگی است، یعنی فیصله با قانون غیر از قرآن غیر از سنت پیامبر بکند، یا او حاکمه یا حاکم بسازد یا فیصله خود ببرد بغیر آن چیزی که پیامبر بیان کردگی است، همین دو کارکت فقط حکم به طاغوت، این فیصله به طاغوت کرده و از ایمان بیرون شدگی است. و حاکم الی، طاغوت حاکم کردگی است، یعنی قانون غیر الله را. و ذلك انه من حق كل احد ان يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه، كما ان من حق كل احد ان يحاكم الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه او حكم الى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما او تحكيما فصار بذلك طاغوتا لتجاوز حده. سيكون بعد از این میگه که چرا میگه ای آدم اگر فیصله بکند بغیر از قرآن و بغیر سنت پیامبر یا فیصله خدا ببره یا حاکم بسازد غیر از قرآن سنت، طاغوت میشه. به خاطر که میگه حق هر کس امی است که حاکم بکند آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله آوردگی است. یعنی کسی که مؤمن است حاکمش فیصله کنندش فقط کی باشه؟ پیامبر باشد، خلاف از اون باشد. مثل که حق هر مسلمان ای است، مسئولیتش است که فیصله خدا به چی ببره؟ با آنچه که الله و رسولش فیصله کردگی است، یعنی قرآن و سنت. فمن حکم بخلاف، کسی که فیصله کنه به خلاف حکم الله و رسولش، مثل قاضیا و ریسفیدا و اعضای جرگه کسی که است، او حاکم الی خلافی، یا حاکم بسازن به خلاف قرآن و سنت دیگه کسا، دیگه قانون فقط طغیان کردگی است و جاوز حد، از حد شرعی تیر شده، حکما از جهت فیصله کردن او تحکیم یا از جهت ازی که دیگه قانون حاکم ساخت. فصار بذلك طاغوت، به این کار خود چی میشه؟ طاغوت میشه، به خاطر از حد شرعی چی کرد؟ تجاوز کرد. خب سعی کنین باز می و تأمل قول و قد امروا یکفروا به تعرف منهم معاندة القانونیین و ارادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد. سعی کنین می فکر بگو که الله میگه و قد امروا، در حالی که یا فیصله را به طاغوت میبرند، در حالی و قد امروا امر شده از جانب الله ان یکفروا به، که به طاغوت کافر شوین شما. یعنی کسی که طاغوت قانون الله فیصله غیر الله، انسانی که ضد قرآن و سنت است، او را رد نکنه، به او کافر منکر نشه، از او نفرت پیدا نکنه، این مؤمن شده نمیتونه. در حالی که مؤمنین امر شده گیستن از جانب الله که به طاغوت چی شوند؟ به طاغوت کی است؟ قانون غیر الله، انسانایی که به ضد قانون الله فیصله میکنن به یا کافر شوند. میگه میفهم میشناسی، میگه ما قانونیون که از کسای قانون وزیر جور میکنن، ضدیت از اینا را و ارادهشان خلاف اراده الله است.
الله امر کرده که با طاغوت کافر شوین، قانون غیر اسلام قبول نکنین، اما یا چی میکنن؟ یا میرن با او ایمان میارن، زنده باد مرده باد میگن، قانون فلانی خانه میخوایم، گاهی میگن دموکراسی میخوایم، گاهی میگن قوانین بین المللی میخوایم. اینا لسه کنیم میفعل مراد منهم شرعا والذی تعبدوا به والکفر بالطاغوت. اراده الله از اینا از نگاه شرعی و آن چیزی که عبادت میکنن چی است؟ کافر شدن به طاغوت است، نه تحکیم طاغوت که طاغوت بیاری حاکم بشه. هر وقت طاغوت گفتیم قانون غیر الله را در ذهنتان بیاریم، فیصله غیر الله یا کسایی که به خلاف قانون الله فیصله میکنه، همین دو گروه مردم است. مثل که الله میگه از یهود نقل میکنه، یهودی های کار کردن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، سوره بقره آیه 59. تبدیل کرد کسایی که ظلم کرده بودن سخنی را غیر از آن سخنی که برشان گفته شده بود. چیزی را که الله برشان گفت را چی کردن؟ تبدیل کردن. الله میگه به طاغوت کافر شو، نفرت پیدا کو و کتاب الله را و سنت پیامبر حاکم کو. این چی میکنه؟ تبدیل میکنه، تبدیلی که طاغوت میاره، قانونش میاره و کتاب الله و سنت رسول رد میکنه. اینا بعد از این الله در جمله بعدی از این آیات چی میگه؟ میگه ثم تعمل قوله و یرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا. کوشش میکنه شیطان که اینا را گمراه کنه به گمراهی دور از حق، دور از حقی که بیخی کافرش کنه. کیف دل علی ان ذلك ضلال، می چقسم دلالت میکند امی آیات که گمراهی است، بیدینی است. می و هؤلاء القانونیون يرون من الهدى كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان، عكس ما يتصور القانونيون من بعدهم من الشيطان، وأن في مصلحة الإنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم معز ولا من هذا الوصف. سيكون با در اینجا شیخ میگه و ها ای قانونیون که از کسای قانونگذار هستند، یرون من الهدى، یعنی می قانون طاغوت، قوانین کفری ضد قرآن از جمله هدایت فکر میکنه. واقعا مثل میگه بسیار بخیرم. این مطابق قرن 21 است. خواستا و معال و آرزوهای فیلی ما را برآورده میسازه، چی قام میزنن با کما دلت الآیه، مثل که آیت دلالت داره که از جمله چیز اراده شیطان است. خواسته های شیطان اینا هدایت میگن. تصور قانونیون چی است؟ که ما از شیطان دور شدیم، میگن برای درست روان هستیم. کاری که میگن ما قانونی میسازیم در این مصلحت الانسان است. پس اراده شیطان، خواسته های شیطان، قوانین شیطانی را صلاح انسان میگن و اراده رحمان، خواست رحمان، دستور رحمان زاد الله را و آنچه که به او فرستاده شده سردار ولد عدنان یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، او را چی میگن؟ میگه ای دای شر است، دای خیر نیست و این میگه از خیر دور است، از مصلحت ما دور است، پاسخگوی نیازهای قرن 20 و 21 ما نیست. و الله تعالی بعد از اون میفرماید شیخ که الله تعالی رد میکنه به بالای قسم مردم که اینا احکام جاهلیت قبول دارند و میفرماید که فحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون، سورة مائده 50. دیگه آیت دلیل آورده است. آیا حکم جاهلیت را، یا جاهلیت چیست؟ قانونی که پیش از اسلام بود، مطابق قبیله و خواهشات کلانا و قبایل فیصله میکردن. آیا حکم و قانون جاهلیت اینا طلب میکنن؟ و من احسن من الله، کی زیباتر از الله کرده حکم از نگاه قانونگذاری لقوم یوقنون، برای قومی که عقل دارن و یقین دارن. سيكون آيات ميار الشيخ بعد فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم إلا حكم الجاهلية. سيكون قسمة الحكم ثنائية. ميا فكر بكو هي آيات ببين قسم دلالات دارك تقسيم قانون دو نوع است. من دو نوع ثنائي قانون وأنه ليس بعد حكم إلا بعد از قانون الله، دستور الله نیست دیگهش قانون الا مگر قانون جاهلیت است. ما در دنیا دو قسم قانون، یکی قانون الله و رسول، دوم قانون جاهلیت. هر کسی قانون الله، کتاب الله، سنت پیامبر قبول نداره، این قانون کفری و جاهلیت قبول کرده. شو اما باو بخوانی را یا انکار، اگر که بگن ما نه دیگه قانون غیر الله نرفتیم، این سیام است یا ایمان نداره.
بل هم اسوا منهم، بلکه حالت از اینا بدتر است از جاهلیت هم کرده. و اکذب منهم مقالا، بسیار دروغ میگن اینا. چرا؟ میگه ذلك ان اهل الجاهلیه لا تناقض لديهم حول هذا الثلاث واما القانون فمتناقضون حيث يزعمون الايمان بما جاء به الرسول ويناقضون ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال الله تعالى في امثال هؤلاء اولئك هم الكافرون حقا. سيكونين میگه اینا از حالتشون از اهل جاهلیت مشرکین مکه کردن بدتره. چرا؟ به خاطر اهل جاهلیت میگه تناقض پیششون نبود در این بخش. نمیگفتن که مثلا این گپایی که به خاطر کتاب الله در وقت جاهلیت وجود نداشت که این گپ ما در برابر قرآن است، ای تو بگوید. و قانونیون کس نقص میکنن، ای تو فکر میکنن که آنچه که پیامبر آوردگی است ما ایمان داریم. حتی اینها ایمان نمیکنن، یعنی اهل جاهلیت دعوا ایمان نمیکردن. اینا میگن ما ایمان داریم، مؤمن هستیم، حتی در مسجد هم میرن، نماز هم میخوانن، بعضیش ریش داره و بعضیش اشکال است، اما نقص میکنن و کوشش میکنن قانون الله را رد کنن و در بین از چی میگن؟ ما نه اسلام هم میگیریم نه قانون دیگرها را، ما یک چیز دیگه در بین جور میکنیم. الله میگه ای آدم ها ایمان ندارن، اولئک هم الکافرون حقا، اینا کافرای بر حق هستن. و اعتدنا للکافرین عذاب مهینا، ما برای کافرها عذاب ذلیل کننده و رسوا کننده را تعیین کردیم. واقعا امی کسایی که منافق قلبا ایمان نداره و میگن قانون بین المللی، قانون دنیا و قانون فلان کشور میخوایم، اینا که از اهل جاهلیت کانم بدتر هستند. سعی کنید اینجا شیخ حکم کرد با کفر از یکی کافر هستی مردم، قانون الله را رد میکنه، میگه صاحب این یک چیزی است که در این مصلحت است، هم خوشحال شاه هم می خوشحال شاه. بعد از اون ثم انظر کیف ردت هذه القوانین على ما زام من حسن زبالة اذهانهم، میگه و نحاتت افکارم، ببین چه قسم یاد رد میکنه با بالای قانونگذارای قانون انسان جور میکنن، قوانین کشور کفری را حاکم میسازن، قانون الله رد میکنن که میگن این همو روشن فکری ماست، این تیزی ذهن ماست، افکار ما به این رسیدگی است. و اینجا ما مشاورین داریم، محللین داریم. چی میگه الله؟ و من احسن من الله حکما، کیست زیباتر از الله که میگه قانون گذاری از برای قومی که عقل داره و یقین داره. یعنی میگه از قانون ما هم که الله میگه دیگه کسی قانون خوب ساخته میتونه. حافظ ابن کثیر در ارتباط از آیت میگه ينكر الله على من خرج، در تفسیر خود ابن کثیر، ينكر الله على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضع الرجال بلا مستند من شریعت الله. میگه الله انکار میکنه، رد میکنه بالای کسایی که بیرون شده از قانون الله که محکم است، مشتمل است به هر خیر، منع میکند از کل شر، یعنی کل خیر منافع دنیا دیه، هر نوع شر رد میکند. کسایی که از اینمی حکم بیرون میشن سر از اینا رد میکنه، و کسایی که عدل میلان میکنن میروان الی ما سوا و ما سوای حکم الله که هر خیر دوت از هر گناه منع کده، آرا و نظریات خواهشات مردم و اصطلاحات خودشان جور کردن بدون استناد از شریعت قانون الله، مثل که اهل جاهلیت می فیصله میکنن از گمراهی و جهالات مما یدعون بیارای و هوایم، جور میکردن وضع میکنن به نظریات خواهشاتشان. بعد از سه کنین ابن کثیر میگه و کما یحکم بی تتار من السیاسات الملکیه المأخوذه عن ملکهم چنگیز خان، میگه مثل که حکم کرده بود و حکم میکرد تتار نواسه چنگیز خان است، کافر که چینایی آمد خلافت مسلمانان رو در بغداد سقوط داد، خود جنگ ها شده، داستان ازی را باز بخوانید. میگه باز وقتی که در سرزمین اسلامی آمد سیاسات ملکی را جور کرد، یعنی قوانین پادشاهی را که گرفته چنگیز خان، الذي وضع لهم كتابا مجموعا من احکام القدیم شط اسرانیه و اسلامیه و غیرها. میگه آن کتابی که بر از اینا جور کرده بود را هم چنگیز خان، یک کتاب، یک حالی که میگن قانون اساسی که گرفته شده بود از احکام مختلف، یکی از قوانین مختلف، یهودیت چیزش از یهودیت، چیز نصرانیت چیزش از اسلام و غیرها، دیگه چیزا فیها کثیر من الاحکام اخذ من مجرد نظری و هوا. بسیار از قوانینی بود که او را جور کرده بود، گرفته بود محض فکر و خواهشات، پس بنی شرن دولادش چی شد؟ قانون شده بود.
متبعا پورا تابعداری میکردن، یقدمون علی الحکم بکتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و و او را پیش میکردن در برابر قانون الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. کنید در برابر کتاب الله و سنت پیامبر دیگه کتاب ماندن که ماندن. آل ابن کثیر کنید فتواش میفهمن فعل ذلك فهو کافر یجب قتال. کسی که کارا بکنه فمن، هر کسی میره خود تاتار کرد، هر کسی که کارا بکند یا چنگیز خان کرده بود در برابر کتاب الله دیگه قانون جور کنه و او را حاکم بگرداند فهو کافر است. زیرا قانون الله یجب قتال و قتالش واجب است حتی یرجع الى حکم الله و رسولی، تا اینکه بازگشت کنه به قانون الله و رسولش. کنین شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ مفتی اعظم سعودی از ابن کثیر نظر آورده فلا یحکم سواه فی قلیل ولا کثیر، یعنی فیصله نمیشود ما سوای کتاب الله نه در کم نه در زیاد در هیچ چیز. بعد از ابن کثیر میگه فحکم الجاهلیت یبغون، الله میگه قانون جاهلیت را اینا طلب میکنن، یعنی یبتغون و یریدون و ان حکم الله یعدلون، حکم الله عدول میکنن، اعراض میکنن. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، یا تمیاره و من اعدل، کس عادلتر از الله کرده در قانون گذاری، لمن عقل عن الله شرعه و آمن به، یعنی کسی که عقل دارد از الله فکر میکند قانونش و ایمان میاره و یقین میکنه و علم ان الله احکم الحاکمین و میدانه که الله چیست احکم الحاکمین، خو الله است. ان الحکم الا لله، قانون نیست مگر از الله است. و ارحموا بخلق من الوالده بولدها، و بسیار مهربان است به مخلوقش از پدر کدام با اولادش، از همه کده مهربان است. فانه تعالی هو العالم بكل شيء، الله تعالی عالم است به هر چیز، القادر على كل شيء، قادر به هر چیز است. یعنی الله علم داره که چی به خیر انسانات، به هر چیز قدرت داره. عادل فی کل شیء و ما الله یرید ظلما للعالمین مسلکا، الله اراده ظلم به مخلوقات نمیکنه در قانون گذاری. این گپ ابن کثیر بود. سعی کنین گپ ابن کثیر تا اینجا شیخ ابن ابراهیم آوردگی است. گپش و آیاتا را که کسی قانون غیر الله را میسازه کافر میشه و از ایمان بیرون میشه. بعد از او دیگه آیاتا را میاره که ایران بیان میکنیم در بعد از این دلایل میگیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. سورة مائده آیت 48. دوستان عزیز، بحث ما در ارتباط با تحکیم قانون بود. یکی از شیخ‌های مهم دنیا و مفتی‌هایش نقل کردیم. دلایلی که از قرآن آورده و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از قرآن فقط بیان کرده رئیس، سنت خود جایش بود. اگر کسی که غیر از قانون الله، غیر از کتاب الله و احکام الله که در قرآن بیان شدگی دیگه قانون وضع کند در برابر قانون الله، این بزرگترین کفر اکبر است، از ایمان بیرون است و این انسان طاغوت است و کسی که از طاغوت اطاعت میکنه از ایمان بیرون است. قبلا قول دلایل آوردیم آیات ها را و ابن کثیر که یکی از مفسرین بسیار معتبر است، مجتهد عالم و علمای بسیار بزرگ 8 سوره بیان کردیم که مثال داد ابن کثیر کسایی که قانون جور میکنن مثل تاتار که کتابی به نام یساق از پدر خود تطبیق میکرد که از ایمان بیرون است. بعد از او آیت مائده سورت 48 چند آیت دیگه هم دلیل بیان میکنیم. کسی قانون در برابر قانون الله جور کنه به او فیصله کنه، این مؤمن نیست، ایمان نداره. و هر کسی که فیصله خود به او ببره و کتاب الله را باند، این هم از ایمان بیرون میشه. البته با رضایت خوشحالیش نه که به زور است و جداست. مثلا کسی تو را به محکمه طاغوتی میکشانه، تو نمیخوای، این گپش جدا است، خوش نداری، یکیز خودت میروی. قانون الله، نظام الله است، فیصله کننده است، خودت اونجا میری. وقد قال عز شانه قبل ذلك مخاطبا لنبی محمد صلی الله علیه وسلم، الله متعال میگه پیش ازی در حالی خطاب میکند به نبیش رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید افحکم الجاهلیت یبغون، پیش ازی فحکم بینهم بما انزل الله. الله میگه ما قرآن نازل کردیم سر از اینا را که ببینید سر آیت میست تا که فیصله بکنید در میان مردم.
و بعد از این میگه فحکم، حکم بکو، فیصله بکو ای پیامبر بینم در بین انسان ها بما انزل الله، به او قانون و دستوری که الله نازل کرده. الله چرا نازل کرده؟ قرآن را، بعد سنت را. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، و مؤمنین هم الله میگه شما تابعداری کنید آنچه که نازل کرده شده به شما از جانب ربتان. ولا تتبعوا من دون اولیاء، بغیر از ما انزل دیگه چیزی را تابعداری نکنین. پیامبر هم میگه فقط به این حکم کو، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه رئیس دولت مسلمان ها بود. حکم میکرد، الله گفت در حکم و قانون حکومتی باید چی باشد؟ ما انزل الله، قانونی که الله نازل کرده و پایین کرده به انسان ها. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، تابعداری نکنی خواهشات از اینها را. که الله میگه یه جمع قانون کفری است، یهود نصارا، روم از فارسی ها بودن، رومی ها بودن، حکومت ها، خواهشات از اینها را مشرکین مکه بود تابعداری نکنی، یعنی او را قبول نکنی، او خواهشات نظرات انسانه. اما در حالی که اعراض بکنی از آنچه که جاءک من الحق، آمدگی است حق، قرآن آمده، ایربانی در دیگه بری ای کار پیامبر خدا الله نهی میکنه از این کار. او خیلی کار نمیکرد، ما شما را خطاب میکنه که شما او را تابعداری نکنید. فحکم پیامبر خطاب است و هر رئیس حکومت، هر وزیر، هر قاضی، هر کسی که در مسند فیصله است کلی مکلف است که به ما انزل الله فیصله کنه. در آیت 49 سورة مائده الله میفرماید و نحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک. و نحکم، حکم بکو ای پیامبر، فیصله بکو، قضاوت بکو بینم در بین از اینها بما انزل الله، که باز تاکید کرده با آنچه که الله نازل کرده، یعنی با آن قانون و حکم و دستوری که الله نازل کردگی است، کتاب الله است و سنتش. ولا تتبع اهواءهم، تابعداری نکنی خواهشات از اینا را پیامبر، ای امت و تابعدارای پیامبر. واحذرهم، بترسان اینا را، یعنی خود حفاظت کو از اینا. ایفتنوک، اینکه اینا بگردانند تو را، عن بعض ما انزل الله الیک، از بعض آن قوانینی که الله به تو نازل کرده. کفار کوشش میکنند که تو را بگردانند، فریب بتن، در فتنه پرتن. از بعض آن قوانین میگه بعضی از ما را قبول کو، مثل کتاب یساقه که چنگیز خان جور کرده. از این الله میگه یا خدا نگاه کن، یوش کده باشه که یک حکم قرآن میلانتی که بریده دیگه، ولی اگم تو میگه خیر است، ما در سیاست از دموکراسی اطاعت میکنیم، در فقه از حنفی، در عقیده از ماتوریدی، در طریقه از نقشبندی و سروردی و قادری. یعنی الله میگه ایمان نیست. در کل چیز، در همه بخش های زندگی از الله اطاعت کنین و از رسولش اطاعت بکنین، در همه بخش های زندگی تا سعی کنین. چقدر صراحتاً آیت است که ما و شما به این مکلف هستیم. مخیرا لنبیه محمد صلی الله علیه وسلم بین الحکم بین یهودی و الاعراض عنهم ان جاءوا لذلك. الله اختیار میده به پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم در بین فیصله کردن در بین یهود و اعراض کردن از او. یعنی به یهودی اگر فیصله میکنی، الله اختیار میده که مطابق قرآن فیصله میکنی، اگر آمدن یا هیچ فیصله نکو، یا هیچ فیصله نکو، اگر کردی با کتاب الله فیصله کنی. اگر یا پیشتا آمدن، اینجا او که الله میگه اگر آمدن اینا پیشتای پیامبر، یهود میاد، کافر میاد، مطابق قانون از او فیصله نکنی، بگی که این دو آمد با قانون این دو فیصله میکنه، یهود از با قانون خودشان. نه، فحکم بینهم، حکم کو در بینشان، او اعرضنهم، یا روی بگردان، و این تو اعرضنهم فلیضروک شیئا، اگر تو اعراض بکنی یعنی فیصله نکنی با اینها از فیصله کردن روی بگردانی، فلیضروک شیئا، به تو ضرر رسانده نمیتونن، هیچ نوع ضرر. و این حکمت، اگر حکم کردی فحکم بینهم بالقسط، حکم کو در بین از اینا فیصله بکن به قسط، به عدل. ان الله یحب المقسطین، یقینا الله دوست داره عدالت کننده را. سعی کنین. والقسط هو العدل. قسط چرا میگه؟ عدل میگه. عدل الله می قانون نظام خود عدل گفته، ولا عدل حقا الا حکم الله و رسوله. عدل حق وجود نداره مگر حکم الله و رسولش. قانون و دستور الله است که در عدالت هست. سعی که الله نظام خدا نظام عادلانه گفت، مثل که در سورة حدید میگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. الله میگه ما همه انبیا را با دلایل و معجزات قوانین روان کردیم، کتاب آسمانی را نازل کردیم، لیقوم الناس بالقسط، تا کل مردم زندگیشان جریان پیدا کنه به عدل، یعنی به کتاب الله، به نظام الله.
واقعا دل انسان بسیار مطمئن میشه که در نظام الله 100% عدالت است. عدل چی را میگه؟ حق هر کس مناسب حالش برش داده شده است. ولا عدل حقا، عدل حق، عدل نداره حکم الله و رسوله، مگر در حکم الله و رسولش حق، عدل است و انصاف است. والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق. حکم کردن به خلاف قانون و نظام الله جور است، ظلم است، ستم است، گمراهی است، کفر است و فسوق است، فسق است. الله میگه ولهذا قال تعالی بعد ذلك، بعد از این الله میفرماید که بعد از میاد که ما تورات و انجیل و کتاب آسمانی رو به می خاطر نازل کرده بودیم که او حاکم باشد. و من بعد از الله میگه ما گفتیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کسی که حکم فیصله نکند، قضاوت نکند در بین مردم زمانی که حاکم میشه بما انزل الله، با قانونی که الله نازل کرده، فاولئک هم الکافرون، پس خاص اینا کافر هستند. که الله میگه با قانون الله فیصله نکرد چی است؟ کافر است. سوره مائده آیت 44. و در آیت 45 می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. هر کسی حکم نکند و فیصله نکند بما انزل الله، با قانونی که الله نازل کرده، فاولئک هم الظالمون، اینا ظالم هستند. سکیر ظالم گفتش. و در 47 سوره مائده الله میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هر کسی حکم نکرد با قانون آنچه که الله نازل کرده است، اینا چیستند؟ فاسق هستند. سعی کنین با شیخ محمد ابن ابراهیم از آل شیخ محمد ابن عبدالوهاب چی میگه؟ فانظر کیف سجل تعالی الحاکمین بغیر ما انزل الله والكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع ان يسمى الله سبحانه والحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل كافر مطلقا اما كفر عمل واما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. سعی کنین بسیار یک بیان خوب میکنه. میگه ببین چه قسم الله تسجیل کرده یا نوشته کرده است به بالای کسایی که حاکمین هستند، کسایی که حکم میکنن، فیصله میکنن، قضا میکنن بغیر ما انزل الله، بغیر از قانون که الله نه، بغیر از کتاب الله. چی گفته عیسی الله اینا را؟ الکفر. یکی گفت کافر است این مردم، دوم ظلم ظالم است، سوم فاسق است. اینا میگه ممتنع است اگر الله نامگذاری کند الله سبحانه حاکم بغیر قانون الله را، میگه ممتنع است، یعنی محال است که الله یک حاکمی که بغیر از قانون الله فیصله میکند او را کافر بگه و کافر نباشه. یعنی الله کافر گفتش او کافر است، خو اینا باز کافر شدنش دو نوع، بل کافر مطلقا، بلکه کافر است مطلقا، یا اما کفر عمل، یا کفر عمل است و اما کفر اعتقاد، یا در عمل کافر شده یا در عقیده کافر شده. کفر اعتقاد کفر اکبر از ایمان بیرون است که برای میشه در آتش جهنم. کفر عملی که ایمان داره اما مستحق عذاب آتش شدگی است. اینا سعی کنیم. ما جاء عن ابن عباس و آنچه که از عبدالله ابن عباس رئیس المفسرین ترجمان القرآن آمد ما فی تفسیر هذا، در تفسیر اینمی آیت از روایت طاووس و غیره یدل دلالت میکنه که ان الحاکم الله حکم میکند بغیر از قانون الله کافر، یا کفر اعتقاد ناقل میشه از ملت، یا کفر عمل از بیرون از اسلام بیرون نمیشه. کفر اعتقادی، کفری که اعتقاد است از ایمان بیرون میشه، از ملت اسلام بیرون میشه، عملش برباد میشه، چند نوعی؟ این میگه اما الاول و هو کفر الاعتقاد و عنوان. اولش که کفر اعتقاد است چند قسم است، اینجا 6 نوعش بیان میکند. الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس و السادس. یعنی 5 نوع مردم است که اگر یک قسم حکم کردن یا از ملت اسلام چیستن بیرون هستن. باز قسم دوم یک قسم است که از ملت اسلام بیرون نمیشه، او را هم بیان میکنه. دوستای بحث بسیار جالب است، باز اینا را گوش کنید که کسی که از ملت اسلام بیرون میشود با فیصله کردن، با حاکم کردن قانون غیر الله چی است؟ احدها، اولش میگه است که یشهد الحاکم،
یکی از این انواعی است که انکار بکند حاکم، کسی که رئیس حکومت مسلمان یا قاضی است، حاکم به غیر از قانون الله، کسی غیر قانون الله مثلا دموکراسی، سکولاریسم، کمونیسم تطبیق میکنه و غیر قوانین غیر الله را، یساق مثلا دیگه زیاد است. نه کسی که حاکمی که فیصله کننده قانونگذاری که به غیر ما انزل الله حکم میکند، چرا انکار کند؟ احقیت حکم الله و رسوله، حق بودن حکم الله و رسول انکار کند، بگه حق نیست، اینی قانون حق است، اینی با چی میشه؟ و هو معنا ما روی ابن عباس، این معنای آن چیزی است که روایت شده است از عبدالله ابن عباس. واختار ابن جریر، میگه اختیار کرده ابن جریر در تفسیر خود که ان ذلك هو جحود ما انزل الله، این انکار کردن آن چیزی است که الله نازل کرده، کتاب الله، قانون الله، من الحکم الشرعی، از حکم شرعی، یعنی این حکم شرعی را چه کرد؟ انکار کرد. انکار کرد و هذا ما لا نزاع فی بین اهل العلم، میگه دیگه هیچ اختلافی نیست در بین اهل العلم که آدم چی شدگیست؟ این کافر است. چه قسم اختلاف نیست؟ یعنی تمام مؤمنین، صحابه و مجتهدین اتفاق دارن. فإن الأصول المتقرر المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرع مجمعا عليه أو انكر حرفا مما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. میگه از جمله اصولی که ثابت است، اتفاق شدگیست در اصول در بین مجتهدین و صحابه و علما، که ان بدون شک من جهد اصلا، کسی که انکار بکنه اصل اصول دینه، یعنی یک اصل که عقیده باشد یا فرایض باشد یا فرع که اجماع شده دو فرض اجماع شدگیست به حقانیتش، به قطعی بودنش، یا انکار کند حرفی از آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است قطعی باشد، یعنی از قرآن یا حدیث متواتر، فإنه کافر، این کافر است، کفری که ناقل میشه از ملت، یعنی از ایمان بیرون میشه. یا کسی قانون غیر الله را تطبیق میکنه یا قانون الله حق نیست، این حق است، قرن 21 این از ایمان بیرون است. غیر از او دیگه چیزایی که قرآن انکار میکنه، یک حکم انکار بکنه. مثلا الله میگه وحل الله البیع و حرم الربا، الله بیع خرید فروش حلال کرد، سود چی کرده؟ حرام کرده. این سودخور جزا نمیته وقتی که سود میخوره. بعد دیگه چیز حکم میکنه؟ اینی چی کار کردی؟ این آدم از اسلام بیرون شدگیست. یا یک قاتل قتل کردگیست، اولیاش امر نمیبخشه، باید قصاص شه، او را انکار میکنه، میگه یک نیست، بندی خانه خوب از بریزی 10 سال 15 سال یا 20 سال یا 30 سال قید. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله وكون حكم الله ورسوله حقا، لكن يعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب أنه كافر لتفضيل أحكام المخلوقين التي هو محض زبالة الأذهان، صرف حصالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث. دوم قسمی که قاضی کنه قانون بس از ایمان بیرون میشه، چی هست؟ که انکار بکند حاکم، کسی که فیصله میکنه بغیر از قانون الله، چی را انکار کنه؟ یعنی الله یشهد، انکار نمیکنه. دو میشید که انکار نمیکنه حاکم و قاضی و رئیس حکومت بغیر ما انزل الله، بغیر آنچه که الله نازل کردگی است، بغیر از قانون الله که حکم میکند، این انکار چرا نمیکنه؟ کون حکم الله و رسول حق، این که حکم الله و رسول حق است، یعنی بودن حقانیت قانون الله و رسول این انکار نمیکنه، اما چی میکنه؟ لکن اعتقاد که عقیده داره که حکم غیر رسول احسنو، یعنی حکم و قانون غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم این زیباتر است از حکم کی کرده؟ رسول کرده صلی الله علیه و از حکم الله کرده. و تم دیگه کامل است و اشمل و شامل است، میگه این بزیباست، این بسیار همه جانبه است، او را ناقص میدانه. چرا؟ لما احتاج الناس، به خاطر میگه مردم امروز نیاز دارن، ضرورت دارن از قانون در بینشان در وقت تنازع، به این ضرورت دارن در وقت اختلاف و دعوا، یا مطلقاً میگه به این ضرورت است که فیصله شد، یا به نسبت میگه به حوادث زمانات تیر شد. حالا قرن 20-21 هستیم ما، قوانین بین المللی، قوانین بین الدول اینطور میگن. میگه ای تو
حوادثی که از تیر شدن زمانهای زیاد تیر شد، حالات مردم تغییر خورد، به قوانین نو ضرورت میگه. اگه به این خاطر میگه و هذا اذن لا ریب میگه دایی همچنان شک نیست که کافر است، به خاطر که فضیلت داد احکام مخلوقه، لتفضیلی برتری داد قوانین مخلوقه که او محض چی است؟ زباله، یعنی مزخرفات، چیزای نجس از هان افکار ازیاست و صرف حصالت الافکار و فقط نتیجه افکار خودشان است. ایره چی داد؟ برتری داد به چی؟ علی حکم الحکیم الحمید، به قانون ذاتی که حکیم در هر کارش فایده حمید صفت کرده شده و حکم الله و رسولش لا اختلاف، این در ذاتش مختلف نمیشه به اختلاف زمان. سکی میگه حکم الله و رسول هیچ وقت زمانه 1000 سال 10,000 سال تیر شود تغییر نمیخوره، این دائمی امی قانون است. این میگه نه زمانه تغییر خورد، قرن 21 است، این با قانون الله را به قرن ارتباط میده. امی سیکولر و بیدینا را که ببینید همین گپشان میگه و حکم الله و رسول لا اختلاف فی ذات، به اختلاف حکم الله و رسول هیچ وقت به مختلف زمانه ها مختلف نمیشه که حالات مردم تغییر خوردن، حوادث پیدا شدن، نو هر قسم حالات شو تغییر نمیخواد. چرا؟ فاین ما من قضیه کائنه، هیچ یک قضیه و دعوایی نیست که پیدا شد ما کانت الا و حکم فی، مگر هیچ چیزی نیست مگر حکمش قانونش در کتاب الله و سنت رسول سلام وجود نفسا، یعنی صراحتا یا ظاهر یا استنباط میشه یا غیر ازی. یعنی سعی کنین این نیست که در کتاب الله نباشه از مستنبط نشود. علم ذلك من علم، میگه ایره میفهمه کسی که را بفهمه، یعنی مجتهدین و جهله من جهل، کسی که جاهل است اجر نمیفهمه. وليس معنى ما ذكره علماء من غير الفتوى من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبه وعدم من معرفة مدارك الأحكام وإلى يحسن أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمة وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة. این گفت که حکم یک قضیه نیست مگر در قرآن وجود داره، در سنت پیامبر، یا ظاهر است یا نص تصریح شده گیسی استنباط میشه. اهل المرو میفهمه، جاهل نمیفهمه. اینا میگم معنا این چیزی که علما میگن که فتوا تغییر میخوره به تغییر حالات، بعضی که تصورات خطایی که در این وجود داره میگه این به حساب نیست که یا میگن به می خاطر میبینید میکنن و بعد امیر میگردانن. چی میگن؟ میگه فتوا به تغییر حالات تغییر میخوره. حال قرن 21 شده، در دنیای قانون چالش نداره، ما باید قوانین بین الملل و قوانین کفار و قوانین کافرا را بین الملل و بین الدول و جهانی و این تو نامش جهانی میمانه اینیا را بپذیریم و میگن که فتوا به تغییر حالات تغییر میخوره. میگه ای هرگز این گپ نیست، او که خواستای شهوانی و اهداف حیوانی زیاد اینجا تطبیق شد. نصوص یعنی جایی که آیت باشه، حدیث باشد، آنچه که از این فهمیده میشه هیچ وقت تابع خواهشات مردم شده نمیتونه، یا با آیت ها را تابع و منقاد به خواهشات خود میدانن که حالات مردم تغییر خورده. مهما کلمه ما میگه هر وقت که اینا امکان داشته باشن امی کلمات تغییر میتن از مکانش. پس و حینئذ معنی تغییر الفتوا بتغییر الاحوال والازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحب في الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين ذلك وأنهم لا يقولون ما يلائم میگه اینا لخیر تغییر فتوا و تغییر زمانه چیست؟ علما چیست که تصحیبش او مصالحی که مصلحت ارادی نظر گرفته، ارادی انسان گرفته، یعنی دو که باز مطابق حکم الله و رسول فیصله می شود، نه که مطابق قانون انسان فیصله شود. اونجا الله با او دلالتا اونجا اشاره کردگی است، الله متعال علالش بیان کردگی است، مصالحی که کتاب الله و رسولش بیان که او در نظر گرفته میشه. کسایی که میگه ارباب صاحبای قوانین وضعی هستند، ارباب قوانین وضعی از این چیز میگه دور هستند، اونا با او اساس رو فیصله نمیکنن، اونا حالات
به حالات قوانین کفری میبینن، حالاتی که مردم تغییر خوردگی است به اساس عقاید کفریشان. مثلا امریکا به زور کشورهای امریکایی و کشورهای اروپایی قوانین خدا مطابق خواهشات مردم میساخت، در جای دنیایی را تطبیق میکنن. می قوانین بین المللی است، جهانی است، باید کل دنیا بپذیرن و اینا نمیگن آن چیزی را که مگر آن چیزی که اراده خودشان میباشد و واقع میگه حالات که است بزرگترین شاهد است برای ازی که ما میبینیم که آنچه که اینا قانون وضع میکنن به این جهت نیست که تغییرش میتن که از حکم الله و رسول گرفته شده باشه، بلکه از خواهشاتشان گرفته شدگی است و آنچه که رهبرای طاغوت برشان میگه از او گرفته شدگی است. پس دوم نوشی بود که از انسان از اسلام بیرون میشه اگر که حکم الله را انکار نمیکنه، اما قوانین غیر الله را چی میگه؟ بهترتر و نیاز قرن نو اینجا پا میگه. سیوم چیز که الله اعتقد کونه احسن من حکم الله و رسول الله کنه اعتقد انه مثله. سیکنین سیوم نوش که میگه کافر میشه وقتی که قانون غیر الله را وضع میکنه یا حکم میکند، عقیده نداره که قانون غیر الله، قانونی که انسان میسازد احسن باشد حکم الله. این نمیگه بهتر است، لیکن اعتقاد انه مثل، لیکن عقیده داره که قانون وضعی مثل قانون حکم الله و رسول است، یعنی مثل میدانی زیبانی. میگه این مماثل از چی باشه چی باشه. النوعین الذين قبله فی کون کافرا. میگه اینمی نوشا مگر یک کسی حکم کرد که او یک چیز چی به این فیصله کنیم چی به او. این میگه مثل دو نوع قبلیش در یک بودنش که کافر است، کفری که ناقل میشه از ملت اسلام نقل میکنه بیرون میشه، یعنی در این صورت هم کافر میشه. کسی قانون غیر الله را فیصله میکنه، قاضی ها وضع میکنه، میگه ای او یک چیز است، این از اسلام بیرون است و این کافر است. چرا؟ لما یقتضی ذلک من تثبیت المخلوق، به خاطری که مخلوق با خالق چقدر برابر کرد، در حالی که الله در قرآن میگه ان الحکم الا لله، حاکمیت قانون گذاری نیست مگر با الله. این مخلوق با قانون الله چی کرد؟ برابر کرد. و المناقضه و نقص کرد قانون الله را و ضد کرد به قول الله متعال، در برابر قول الله قرار گرفت لیس کمثلی شیء، هیچ چیز هم مانند الله نیست، نه در قانون گذاری کسی مماثلش، نه در صفاتش و نه در ذاتش. و نحوه من الآیات الکریم، دیگه آیات های بسیار زیاد الدال علی تفرد الرب بالکمال، که دلالت میکنه با تنها بودن رب به کمال و تنزیه مماثل، پاک بودن الله از مماثلت با مخلوقین در ذاتش، در صفاتش، در افعال و در حکم در بین مردم، در آنچه که تنازع میکنند. در کلش الله واحد است، بی مثال. خب سیومی بود که را برابر دانست، به این خاطر فیصله میکنه، قانون میسازد. چهارم نوشت که انسان از کافر میشه، چهارم صورتش کدام است؟ میگه نوع چهارمش که الله یعتقد کون حکم الحاکم بغیر منظور مماثلا لحکم الله و رسوله فضلا عن ان يعتقد كونه احسن منه، لكن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله و رسوله. سعی کنین چهارمش یعنی پایینتر شد. عقیده نداره ای تو وقتی که بغیر قانون الله را ماندنه، کتاب الله سنت پیامبری قوانینی حکم مان به دیگه قانون فیصله میکند، این عقیده را نداره که حاکم یعنی کسی که فیصله میکنه بغیر از قانون الله که مماثل باشد. نمیگه که مماثل است، یعنی یک قسمت با حکم الله و رسولش، غیر از اینکه عقیده نداره که میگه از قانون الله که در زیبام نیست، مماثل هم نیست، میفهمیم، اما پایین است میگه، اما عقیده داره میگه جایز است حکم کردن، یعنی با قانون غیر الله حکم کردن جایز است. اینطور میگه جواز الحکم بما یخالف حکم الله و رسول. خیر است میگه ما یک قانون وضع میکنیم در قانون اساسی یا فیصله میکنیم که مخالف حکم الله و رسول، خود جواز داره. میگه چی به او فیصله میکنی چی به ای. میگه فهذا کالذی قبله یصدق علیه ما یصدق علیه. این هم میگه مثل اون دیگهش صادق میشه به بالای ازی، با وا کفر ثابت شد، به بالای ازی هم کفر صادق است، کفر ثابت میشود. چرا؟ لاعتقاد جواز معلوم بالنصوص صریحه القاطعه تحریمه، به خاطر که عقیده کرد جواز آن چیزی که فهمیده شده از آیات صحیح و درست قاطع است تحریمش، یعنی که حکم به غیر ما انزل الله حرام است. او را ندیده الله او را کفر و فسق و ظلم گفت، این را جایز گفت. وقتی که جایز گفت یعنی پس حرام و حلال گفت، این هم چی میشه؟ کافر میشه، از ملت اسلام بیرون میشه. این تو کسان داریم و یا مسلمان ها چی از میگه خیر است، خب مشکل نداره، چی با او چی میشه، یک نوع گناه است. در حال گناه نمیگه، میگه جایز است کدام مشکل نداره.
دیگه حالات تغییر خوردگی است، هم جواز داره و هم جواز داره، هر کس هر کدامش میکنه، یه هم از ایمان بیرون است. پنجمش الخامس، دوستا خوب گوش کنین، بسیار جالب است. پنجمش و اعظم و اشملها و اظهرها معاندة للشرع و مكابرة لأحكام ومشاقة لله ورسوله ومزاحة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريما وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم مراجع مستمدات مرجع كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين. ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس لا أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقض للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذا المقام مناقضة. سيكون میگه پنجم چیز که بسیار بزرگ است و شامل است و آشکار است که مانعی به ضد شریعت الله است، معاند است به شریعت الله و مکابر است، یعنی بحث های ناق میکنه در برابر احکام الله و مشاقت سخت مخالفت میکنه در برابر الله و رسولش، مشابه میسازد امی قانون غیر الله را به محاکم شرعی. میگه این هم مثل محاکم شرعی است از جهت تیار کردن و امداد و دیگه قانونگذاری و تفریع و تشکیل و تنویع و حکم الزام مراجع مستندات جور کردگی هستند که از خودشان می سازند. مثل که محاکم شرعی که مراجعش گرفته شده از کتاب الله و سنت رسول، میگه ایام قانون از کجا میگیرن؟ از مراجعش. میگه به این محاکم مراجع قانونی است که جور شده است از قوانین مختلف و قوانین زیاد، مثل قانون فرانسه، یعنی بعضی قوانین از فرانسه میگیره، بعضی از امریکایی، بعضی از بریتانیایی، بعضی از ایتالیایی و غیره قوانین، و میگن که این ما قوانین از اینجا میگیریم. این هم یعنی مرجعشان قوانین که جور میکنن از اون چیگه میگن مختلف گرفته شده، یعنی چیزی بعضیش یعنی از بدعت گذارا میگیرن، بعضی قوانین خودم منصوب به شریعت میکنن. اینی محاکم در بسیاری شهرهاست میگه جور شده و دروازهش باز است، مردم سراب واره میرن و میان، یعنی مثل آب که از دور سراب بیره میگه دور آب معلوم میشه این که بیره بار اثرش. حکامش با آنچه که مخالف حکم الله و سنت رسول است حکم کرده رایش به میده کفار گرفته شدگی. چیزی هم از شریعت از بدعت ها اینی از یه مقدمه میگه کفر کنه و این کدام مناقض است، یعنی نقص کننده شهادت است بأن محمد رسول که محمد رسول الله بعد از این مناقضه. و ذکر ادلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذکر في هذا الموضوع. بعد از اون میگه که ذکر دلایل تمام آنچه که ما پیش کردیم به طریقه تفصیلی معلوم مشهور است. این میگه کم شما دلایل گفتیم، احتمال لا يحتمل ذکر عافیه دیگه در اینجا میگه امکانش نیست که کلش دهی بیان بکنیم. در این یعنی دلایل کم گفته شده. لا معاشر العقلاء، کسایی که عقلشان فکرها مسلمان ها را میگه یا جماعت است که ای جماعت هایی که هوشیار بیدار هستین و اولی النها کیف ترضون، چه قسم شما تجرا احکام و امثالکم که با بالای شما جاری شود قوانین مثل خودتان، یعنی مثل خودتان انسان ها به اثرتان حکومت قانون جور کنه و افکاری که حاصلش او من هو لكم پایین است. کفار کافران الله میگه این شر الدواب عند الله اسم البکم الذین لا یعقلون. کافران الله میگه که بدترین مخلوقات روی زمین کسایی است که به الله ایمان نمیارن، کر و کور یادن. کافر الله از حیوانم که بدتر گفته، یعنی از شما که پایین تر است میان قانون خدا سرتان تطبیق میکنن. ممن یجوز علیهم الخطا، که جایز است که اینا خطا بکن، بل خطاهم اکثر من ثوابهم کثیر، خطایشان بسیار زیاد است از ثوابشان که در بسیار، بل لا ثواب فی، هیچ ثواب حقی در حکمشان وجود نداره، الا ما مستمد من حکم الله و رسوله، مگر آنچه که گرفته شده باشد از قانون الله و رسوله نصا صراحتا او استنباطا. تدعونهم یحکمون فی انفسکم و دمائکم، میگه یارا میمانین که حکم کنن در وجودتان
در خونتان یعنی در قصاص، در آبروی عزتتان و ابشارکم و اعراضکم یعنی در خوشحالی هایتان، در آبروی عزتتان و فی اهالیکم در اهلتان فیصله میکن از واجکم اولادایتان ذراریرکم و فی دمار و سالقکم. میسه کنین ای مسلمانای بشار، ای کسایی که بیدار هستین، چطور اجازه میتون که این چنین قوانین از انسانای پسترین میاثر شما حاکم میشود، شر مالتان و جانتان و شما میرین به طرف از او و اجازه میتین؟ چه قسم؟ و یترکون و یرفضون یحکموا فیکم بحکم الله، ترک میکنن میمانن که حکم بکنن در بین شما به قانون الله و رسولش، الذی لا یتطرق الی الخطا، و قانونی که هیچ خطایی به اون نمیرود، هیچ راه پیدا نمیکند، ولا یاتی الباطل، باطل نمیاد به قانون من بین یدی، ولا از هیچ طرف باطل آمده نمیتونه به کتاب. تنزیل من حکیم حمید، نزولش از جانب ذاتی است که دو حکمت صفت کرده شده است. بعد از میگه و خضوع الناس و رزوخهم لحکم ربهم خضوع و رزوخ لحکم من خلقهم تعالی لیعبدوه لا یزول الخلق الا لله. میگه عاجزی کردن مردم، فروتنی مردم و پایین بودن مردم به حکم قانون ربشان، یه خضوع و عاجزی و رزوخ است به حکم کسایی که ذاتی که را پیدا کرده. اگر ما قانون الله را قبول میکنیم، این ذاتی است که ما را خلق کرده است تا که این عبادت و اطاعت کنیم. فکما لا یزول الخلق الا لله، مثل که مخلوق و انسان ها مؤمنین سجده نمیکنن مگر به خاطر الله، ولا یعبدون الا ایاه، و عبادت نمیکنن بغیر از الله، ولا یعبدون المخلوق، مخلوق عبادت نمیکنن. امیال مسلمان بگویم بیا مخلوق عبادت کو میکنی، میگه نه، این خدا میدانی، میگه نه مسلمان. فکذلک یجب، مقصد میگه واجب است، فرض است، الله یرخذو ولا یخذو، که تا اجازه نتن، عاجزی نکنن، منقاد نشن، او ینقاد الا لحکم الحکیم، منقاد تابع نشن مگر به قانون ذاتی که حکیم است، که الله است، بسیار در کارش حکمت فایدات، علیم الحمید، بسیار عالم است، بسیار صفت کرده شده، رؤوف شفقت کننده و مهربان است. میگه این می قسم فرض است، مثل که شما مخلوق عبادت نمیکنین، قانون از ایران اجازه نتین که و تابع نشین که زنده باد مرده باد بگین. افسوس است که میگه حکم خالق میمانند به حکم مخلوق میروند. واجب است که به این منقاد نشوین دون حکم المخلوق، از قوانین مخلوق، از ظلم که ظالم از جاهل، الذی اهلکته الشکوک، انسانی را که شک ها هلاک کرده، شهوات، شبهات، شهوت تباهش کرده، به خاطر شهوات خود قانون سازته، و استولت علی قلوبهم الغفله، در قلبشان غفلت، قسوه، سختی دل، ظلمات، تاریکی ها، ظلم در وجودشان جای گرفته. میال قانون وزیر کل شبینی ظالمانه است. فیجب علی العقلاء ان یربئوا بنفوسهم عنه، فکر میگه واجب است به بالای هوشیارای مسلمان بیدار، ان یربئوا بنفوسهم عنه، که اراد بکنن به نفسشان از او، یعنی دورشان لما فی من استعباد لهم، به خاطر غلام میسازن اینا را، و التحکم فیهم بالاهواء والاغراض، اینا قانون خدا را به خواهشات و هدفهای خود میسازن، سر مردم تطبیق میکنن، غلطی ها و خطا، فضلا عن کون کفرا بنص، غیر از اینکه کفر است به نص قول تعالی به عبارت صریح و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم کافرون، یعنی کسی که به قانون غیر الله حکم بکند، قانون انسان و او را قبول بکنه، کافر است. غیر از این میگه که کفر است، دیگه خطاهای زیادی دی، واقعا که ببینید تفصیل از این گپ از این بسیار زیاده. مثلا در کشورهای کفری میبینید که زناکار برای چی جزا جور کرده است، قاتل چی جور کرده است، اختطافگر چی جزا برش جور کرده است، سودخور، یا کسی که شراب، هیچ چیزی که حتی کسی لواطتکار هم جزگرا است، او را برش کدام جزا نداره. میگه ای این مسلمانای بیدار و شر، شما چطور اجازه میتین که قوانین در زندگیتان تطبیق شود؟ واقعا که بسیاری از قلب دیگه مرجعش چیست؟ از ششم چی کنین؟ قانون اگر تو به خاطر دستور قبول نکنی که از الله و رسولش، تو به خاطر قبول کنی که از فلانه مولوی گفته، ای انسان در توحید وجود نداره. مثلا کسی را بگوی که اینی حکم الله و رسول است، بگوی نه، اگر فلانه امام گفته از فلتر از اون تیر شده قبول ندارم، نشده، اگر از فلتر فلانه امام رهبرم، اگر تایید میکنه ای را قبول میکنم، نمیکنه نه، ای طاغوت شد، ای بیدین شد. این حکم به این خاطر قبول کرده که رهبرش گفته یا امامش گفته یا مولویش گفته است، نه به این خاطر قبول نکرده که حکم الله و رسوله. دوستا شما قانون الله، دستور الله را به این خاطر قبول کنید که الله گفته است و رسولش. اگر به این خاطر نباشه، این شرک است، این بسیار خطرناک است.
ششم السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحو من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء الأحكام الجاهلية وإرادا ورغبة حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. سعی ششم نوعی که انسان کافر میسازه با فیصله کردن با قانون غیر الله چی است؟ حکم میکنه بسیاری از رئیسای عشایر قبایلای کلان عشیره، یعنی یک حزب است رئیسش فیصله میکنه، یا قبیله است از بوادی است و نه بوادی یعنی اطرافات یا امثال شهرها و اینجاست ملک صاحب آمد خان صاحب نه عالم کسایی که در افغانستان اینجاست و ارباب صاحب قرآن که اتخذوا احبارا و رهبانهم اربابا من دون الله، علما و رهبرای خدا نه پیرای خدا نه ارباب جور کردن. ارباب الله می خدایان معبودان. المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. مثل که الله علمای یهود ارباب رب گفت و چیزی را حلال حرام میکنن مردم اطاعتشان میکنن. حالا میگه ملک صاحب و مشران جرگه و پارلمان که بود نه میگفتن وکیل صاحب اینی نامای مختلف سرش ماندن، اینا فیصله میکنن از حکایت چی؟ قصه های پدرایشان و اجدادشان و عاداتی که رواجایشان که رسول هم یا میگنی عرف سابقه ما سی طوره. وقتی کسی یک جرم جنایت میکنه عوض کتاب الله را بیارن میگه بین که این کار بکنه. مثلا یک کسی سر آبروی کسی تجاوز کرده، مثلا که دخترش آمده به زور زنا کرده عوض کور جزا بده چی میگه؟ خود اگه ای کار نمیشه بین که رو نکاحش کنیم. اون میگه من رو نمیگیرم به زور مرا ای کار کرد چطور نه به زور نکاحش میکنن. خب برو این همی فیصله ماست. خب هم زنایش کرد هم به زور نکاحش کرد هم بیابروش کرد پدرش هم لط میکنن دیگه شم این چیزا هم برش نمیده. حتی سابق میگفتن اگر یک کسی رو میخوایی که نکاح بکنی اول او را بگریزان به عزتش کو بعد از خود از مجبور با ریسفیدا میان فیصله می. یقین کنم میتونی ریسفیدا در قریه ها دیدیم که میگه فلانا بچه رو میگه فکر دوست داری از دخترای قریه میگه فلانی رو میگه بگریزانش با ببرش اونجا بدنامش کو بعد ما میایم نکاحش میکنیم. دیگه یا میگه برو بکشش ریسفیدا میام میگه عفو کو دیگه خون به خون ششته نمیشه خلاص. یا توارثون نظر یا به میراث میگیرن از اون پدرایشان فیصله آنه یا میگه جرگه آمده چی میکنه قانون الله را تغییر میده لوی جرگه میگه آمد دیگه این قدر مخلوق فیصله کرد مثل که قانون اساسی افغانستان قبل و نه دیگه کشورها جور میکنه. و یحکمون بی و یخضون علی التحاکم سعی کنین حکم میکنن با وحدون مردم ترغیب میکنن با فیصله کردن در وقت نزاع بین پیش ریسفیدا بین اینجا گروه فیصله کننده وجود داره بخاطر باقی ماندن به احکام جاهلیت و اعراض کردن روی گردانیدن از حکم الله و از قانون الله و رسول روی میگردانه از مخلوق می قبول میکنه فلا حول ولا قوت الا بالله. بعد شکایت میکنه الله میگه قوت همه پیش دار. این هم از ایمان بیرون است. فیصله ریسفیدی که می فیصله جرگه‌ای شد این هم از ایمان چه شد؟ بیرون شد. این 6 نوع کسایی که به قانون غیر الله فیصله میکنن یا قانون میسازن اینا چی شدن؟ 6 قسم مردم بودن. این انشاءالله بار بشنوین دوستا بسیار مهم است. و اما القسم الثانی قسم دومی که انسان کافر میشه کفری که از ایمان بیرون نمیشه. دو نوع بود. یکی کفری است که الله میگه ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک از ایمان بیرون میشه 6 نوع بود. دوم قسمی است که از ایمان بیرون نمیشه من قسمه کفر الحاکم بغیر ما انزل الله. قسم دوم از اون دو نوعی که کفر حاکم بغیر ما انزل الله است. کفر فیصله کننده و قانونگذار بغیر قانون الله و هو الذي لا يخرج من المله که از ملت و دین اسلام بیرون نمیشه. فقط تقدم ان تفسیر میاتیر شد که تفسیر عبدالله بن عباس لقول الله وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون قد شمل ذلك. فقط این قسم شامل میشه و کدام است؟ وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر. من قول عبدالله بن عباس ديات كفر دون كفر. كفر سري كذا پایین يعني كفر عملي وقول وأيضا که ليس بالكفر الذي كفر نیست که شما او را میکنید که از این میگه فیصله میکنه قاضی با قانون غیر الله ما فیصله کافر نمیشه. وذلك ان تحمل شهوته و هوا والحكم في القضيه بغير ما انزل الله مع اعتقاد ان حكم الله ورسوله الحق واعتراف على نفسه بالخطأ
ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرج الكفر من الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها. فإن معصية سمى الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. بسیار گپ خوبه میگه. سعی کنین میگه کدام مسیح حاکم که فیصله میکنه یا قاضی و کافر نمیشه، بلکه در عمل بسیار گناه کلان مرتکب میشه. قانون از الله است، دیگه قانون جور نشده خلاف قانون الله. و این چی میکنه؟ می قانون الله را چی میکنه؟ تغییر میکنه. چه قسم تغییر؟ با رشوت یا واسطه میشه. مثلا یک زنا کرده او را قید میده، دلیل میشه ثابت نشد، میگه انکار هم نیست، شواهد هم پیدا نشد. یا قتل کرده میگه دلایل پیدا نشد، او را جزا میده، قید میکنه یا میگه 100 درام بزنش یا این قدر. میگه ان تحمل و حمل میکنه ایره شهوتش، یعنی شهوت خواهشاتش، یا پول میگیره یا چوکی است یا هواه، یا دیگه خواهشاتش علی الحکم فی القضیه، یک فیصله کردن در قضیه در یک دعوا بغیر از قانون الله، خب نظر خود یعنی فیصله میکنه. اما اعتقادی ان حکم الله و رسوله، عقیده و اعترافش میکنه و از گناه کرد گناه دیگه این هذا کفر، ایرا کفرش از ملت بیرون نمیکنه، ولی این معصیت بزرگ است، اکبر من الکبائر، از گناه های بسیار بزرگ. دیگه گناه کرده میگه گناهش بالا، از مثل زنا، از زنا کرده، از شراب خوردن کرده، از دزدی کرده، از قسم ناحق کرده، قسم به دروغ میخوری، میفهمی کار نکردی بازم قسم میخوری که کردیم و غیره گناه کرده. چرا میگه این گناهش بالاست؟ همین اگه به خاطر قانون الله را یعنی تغییر داد به خاطر رشوت اینا، میگه فإن معصیة سماها الله فی کتاب کفر، زی گناهی را که الله در کتابش کفر بگوید اعظم، این بزرگتر از او گناهی که الله را کفر نگوید. این فقط این یک صورت است که این قانون از الله است، امو ولی تغییر به خاطر رشوت یاد داده در فیصله خود، این کفر عملی گفت. دیگه الله ما شما را توفیق به همه مسلمانان را چی که فیصله خود به کتاب الله بریم، غیر از قانون الله کتاب الله هیچ قانونی را قبول نداریم، هیچ نظامی که دیگه قانون را قبول کنه او را قبول نداریم. راضی به کتاب الله هستیم، به دستور الله و پیامبرش و هم تابع به او هستیم. الله حامی ماست. دیگه سعی کنین دوستا، اینی بود در دلایلی که ما گفتیم که امروز که تحکیم قوانین، قانونگذارا کافر شدن و کدام کسی که فیصله میکنه از قاضی ها و از کافر اسلام بیرون نیست. دیگه انشالله پس میم باز در کتاب تاغوت چی را میگه، یک درس دیگه هم دیگه است، باز پیش میریم. الله ما شما را توفیق بده که صحیح اسلام و بفهمیم عمل بکنیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا. به دقت دوستداران و طرفداران مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی رسانیده می شود و شبکه یوتیوبی و تلگرامی مولانا محمد معروف راسخ حفظه الله تعالی ابونه شوید. در شبکه یوتیوبی مولانا محمد معروف راسخ ویدیوها از قبیل خطبه ها، درس های تفسیر، درس های حدیث، شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان منتشر خواهد شد. و در تلگرام باشد تمام درس های تفسیر و حدیث و درس شرح فتح المجید از کتاب التوحید و دیگر سخنرانی های ایشان و پاسخ به سوالات فقهی و عقیدوی از طریق واتساپ و تلگرام منتشر خواهد شد. اگر بخواهید در اجر ما شریک شوید، پس صفحات ما را برای دوستان و رفیقانتان ارسال نمایید. این را بدانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پاداش دعوت کننده مثل پاداش عمل کننده آن است. پس بسم الله لحظات خود را مبارک بشمارید و در نشر دعوت سهم گذار باشید.